نمید در ویدیو میبینی دعوت میکنم به جنگی روسیه اوکراینا میگفتیم آدمایی هستن که رفتن اینجا. مهاجری تاجیک در بازداشتگاه ساخروایی روسیه میگوید اینجا تمام تلاش به آن روانه شده است که مهاجران را مجبور به شرکت در جنگ اوکراینا کنند. در اینجا به اکثر مهاجران اول پیشنهادی خدمت قراردادی در ارتش را میکنند. آنهایی که رد میکنند در شرایط دشوار و نامعینی به سر میبرند. شرایط خوب نیست. вообще والدین خاطرش سوز نیست. охраны کش خطی مردمی توجیک اوزبک رفتاری بد داره. این مصاحبه ما یکی از فوتبالبازان دسته استرافشان تاجیکستان است، ولی به دلیل امنیتی نخست معرفی شود. تقریبا 1 ماه باز در اینجا نگهداری می شود. میگوید بعد گم کردن حجت‌هایش از یک شهر دیگری روسیه به مسکو آمد و برای گرفتن شناسنامه نو به سفارت مراجعت کرد، اما در مترو بازداشت شد. در مترو لوبلینا اومدم سپیس پریوم ساخرова 28 روز میشه که من در این ساخرواییم. در یک حجره تا 10 نفر، یک خلیب یا نان برای 13 کس و در 3 روز یک بار حقوق استفاده تلفن و تماس با نزدیکان. مهاجران وضع را در بازداشتگاه ساخرova چنین تصویر میکنند و اینجا را زندان برای مهاجران مینامند. در این مرکز اساساً مهاجران نگهداری میشوند که به نقض قاعده های بودوباش یا حقوق ویرانکنی مأموری متهمند. از اینجا اکثریت به وطن خارج میشوند. بازداشت و ریدهای اخیر شمار مهاجران را در بازداشتگاه ساخرova زیاد کرده است. بنا به مشاهده مهاجری تاجیک، حالا در بینایی که او نگهداری می شود تقریبا 50 نفر از تاجیکستانند. در سفارت تاجیکستان روز 21 نوامبر به رادیوی آزادی گفتند در 11 ماه اخیر 2700 مهاجری تاجیک از ساخرova به تاجیکستان ارسال شدند. در یک هفته گذشته به اطلاع سفارت 20 نفر به کشور انتقال یافتند. نمایندگان سفارت میگویند برای رها شدن و انتقال مهاجران از ساخرova کمک میکنند. مهاجران برای کمک به حقوق شناسان هم زیاد مراجعت میکنند. خیر اونجا اسایشگاه نیست، اونجا بازداشتگاه است، مانند محبس است. لیکن نظر به دیگر جا مسکو که اوبلاست خوب است، اما وقتای آخر ما میبینیم که بسیار هم مهاجران مراجعت میکنند از بازداشتگاه موقتی ساخرova که در اینجا ما زیادتر ایستادیم، بعضی ها 40 روز میگه ایستادیم، بعضی ها میگه 50 روز ایستادیم. حالت‌های هستند که از شهروندان ازبکستان مراجعت ها هستند که زیاده از 2 ماهی است که از بازداشتگاه‌های موقتی ما ایستادگیم و ما را روان نمیکنن. من خودم چندین مراتبه به همون بازداشتگاه موقتی مراجعت کردم، اما اونا میگن که حاضر ما مبلغ برای روان کردن نداریم. با گفته این حقوق شناس بعد 12 روز نگهداری در بازداشتگاه مهاجر حق دارد به وطن برگردانیده شود. در برخی از حالت‌ها مهاجران تلاش میکنند بعد هفته و ماه‌های انتظاری با مبلغ خود چپته خریده به وطن برگردند. برادر یکی از مهاجرانی که هفته پیش از این بازداشتگاه به وطن برگشت به آزادی گفت از ترس به جنگ فرستاده شدن دادرش او را بعد 1 ماه کوشش‌ها از بازداشت به وطن انتقال دادند. برادر او را هم در اینجا به ارتش و جنگ دعوت کردند. به باور برخی از مهاجران و حامیان حقوق، یک هدف بازداشت طولانی مهاجران در اینجا فعلا جلب آنها به جنگ یا ارتش است. موقع و واکنش مسئولین بازداشتگاه ساخرova به این ادعاها معلوم نیست. روسیه را حامیان حقوق برای پایمال کنی حقوق مهاجران بسیار تنقید میکنند و میگویند با آنها در روسیه همچون آدمان نوع دو مناسبت می شود.